بسم الله الرحمن الرحیم و ارزش همکاری سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای مردم افغانستان در این فصل جدید و در 12 سال اخیر واقعا یک همکاری با ارزش بود. دستاوردی که طی 12 سال ما در افغانستان داشتیم این نتایجی از همت والای مردم افغانستان توأم با همکاری جامعه جهانی و خاصتا سازمان امنیت و همکاری در اروپا به اینجا جایگاهش خیلی مشخص و ارزنده است. پس به این اساس ما از همکاری های سالم و مؤثر سازمان امنیت و همکاری در اروپا را برای مردم افغانستان ایره قدردانی میکنم و سپاسگزاری دارم. بله، پارلمان افغانستان به عنوان یکی از نشانه های بزرگ نظام دموکراتیک و هنوز یک پارلمان جوان هست و به خاطر انجام رسالت و وظایفی که در قانون اساسی برایش تسجیل یافته برای مردم افغانستان متعهد است، پیوسته سعی میکنه که تا نیازهای دموکراسی در افغانستان تقویت پیدا بکنه و حکومت افغانستان در برابر ملت و پارلمان پاسخگو باشه. به خاطر کارایی پارلمان افغانستان ما نیاز پارلمان افغانستان میدانیم که پارلمان های عضو سازمان امنیت دستگیر پارلمان افغانستان باشه تا از تجارب پارلمان های عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا ما مستفید شویم تا بالاخره بتانیم که پارلمان به عنوان یک نهاد دموکراتیک و رسالتی که داره به وجه احسنش در افغانستان انجام بده. تقاضای ما از سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای تداوم همکاریشان برای مردم افغانستان در ابعاد مختلف، چه سیاسی باشه، چه اقتصادی باشه و چه امنیتی باشه، به خاطر حفظ و حراست از این دستاوردها لازمی میدانم. پس به این اساس پارلمان افغانستان آماده است با تمام پارلمان های عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا روابط تنگاتنگ داشته باشه و بدون شک این روابط در مناسبات ملت های عضو سازمان امنیت و ملت افغانستان و بالاخره اثرات مثبتی در تحکیم مناسبات دولت های عضو سازمان امنیت با دولت افغانستان مفید است. ما ایره در شرایط موجود در این عصر تکنولوژی ما هیچ کشوری نمیتونه به تنهایی خود در حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود دوام بده، خاصتا افغانستانی که هنوز دموکراسی در وجه نوپاست و هنوز و مشکلاتی در فرارای دموکراسی در افغانستان با ملت افغانستان دست پنجه نرم میکنه. پس به این اساس ما ایره یک ضرورت افغانستان و همچنان در سطح کشورهای منطقه میدانیم که ما این مناسبات با کشورهای سازمان امنیت و همچنان با کشورهای با پارلمان‌های سازمان امنیت داشته باشیم.